برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. سلام. در برنامه امروز پنجشنبه 11 مارس این موضوع ها را داریم. در روز جشن مطبوعات سازمان‌های حامی آزادی بیان میگویند رسانه‌ها زیر فشارند. مقامات ادعا دارند مطبوعات در تاجیکستان آزاد است. تقریبا 75% فضای اطلاعاتی تاجیکستان رو رسانه‌های جمعیتی و مستقل پر میکنند. بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه، یکی را برای عبور غیر قانونی مرز محاکمه میکنند، دیگری را قرقیزستان زیر پیگرد قرار داده است. تاجیکستان با تشکیل پارک تکنولوژی می‌خواهد در اقتصاد نوآوری جاری کند. کارشناسان میگویند با اینترنت ضعیف و گران به پیشرفت نمی‌شود امید بست. امروز 11 مارس در تاجیکستان روز مطبوعات تجلیل شد. خبرنگاران تاجیک در حال روز کسبی خود را جشن میگیرند که به گفته سازمان‌های بین‌المللی آزادی بیان در کشور محدود شده، لطوکوب و تهدید ژورنالیستان در تاجیکستان سالهای اخیر افزایش یافته است. کشور در شاخص آزادی مطبوعات در میان 180 دولت در مقام 161 قرار دارد. در همین حال اتفاق ژورنالیستان در یک مراسم در شهر دوشنبه یک عده ژورنالیستان را با جایزه ابوالقاسم لاهوتی سرفراز کرد. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. جایزه به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی در بخش رادیو و خدایار ولی رادیوی مسئولین اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان گفتند امسال 6 نفر از روزنامه‌نگاران تاجیک برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی شدند. اینها خدایار ولیف از رادیوی امروز، محمد رجب حنفیه از تلویزیون تاجیکستان، نوئلشان نورالف از هفته‌نامه آموزگار، حق نظر کریمزاده از مرام پایتخت، تقای مراد نورالف از روزنامه شهریار و پوبلیسیست عبدالواحد اوف هستند. مراسم تشکیل کرده وزارت فرهنگ در تالار در کتابخانه ملی برگزار شد. تقریبا 80% از وقت جدا شده به سپاریدن جایزه ها بخشیده شد. تحلیل و بررسی وضع مطبوعات و آزادی بیان در کشور تقریبا در این نشست صدا نداد. افراد برآمد کننده هم که اکثرا نمایندگان مقامات بودند، اساساً از موفقیت های مطبوعات کشور می گفتند. هرچند تحلیلگران میگویند سال 2020 از مشکل ترین سالها برای رسانه ها در تاجیکستان بود. بسیار نشریات چاپی در آن روزها مجبور شدند به کاری فاصلوی گذارند. برخی دیگر شماره کارمندانشان را کم کردند. بعضی دیگرش مجبور شدند یک مدت کاری خود را باز دارند. بعضی از نشریات هفته‌ایانه در یک ماه 2 مرتبه نشر شدند و خلاص. همه این به ژورنالیستیکای تاجیک تاثیری منفی گذاشت. در برابر آن مشکلاتی که ژورنالیستیکای وطنی به این هم داشت، کرونا ویروس مشکلات دیگر را به آنها علاوه کرد. سازمان‌های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید کردند، از جمله برای تغییرات به قانون که برای اخبار غلط درباره کرونا ویروس جریمه تعیین می‌کرد، اما مقامات تاجیکستان به این گفته‌ها راضی نیستند. یعنی زمینه حقوقی برای بردن فعالیت ژورنالیستی، دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان وجود دارد. یعنی فراهم آورده شده است و بخش اعظم بیشتر از تقریبا 75% فضای اطلاعاتی تاجیکستان را رسانه‌های جمعیتی و مستقل پر میکنند. تا زمان کسب استقلالیت تاجیکستان، روزنامه‌نگاران کشور 5 می روز نشر روزنامه پراودا را چون عید کسبی خود تجلیل می‌کردند، اما در سال 1994 با پیشنهاد محقق شناخته تاجیک پیوند گلمرادزاده روز مطبوعات تاجیک 11 مارس مقرر شد. این سنه از چاپ نخستین شماره نشریه تاجیک بخارای شریف گرفته شده است. بخارای شریف بار اول 12 مارس سال 1912 چاپ شده بود. گزارش همکارم مولا رجب یوسفی را درباره تجلیل از روز مطبوعات تاجیک در شهر دوشنبه با هم دیدیم. در ضمن خود او همراه با همکار دیگری ما شهلای عبدالله هفته پیش هنگام اجرای وظیفه کسبی خود مورد ضربالت قرار گرفت. آنها درباره بالاروی نرخ سوزشواری گزارش تهیه می‌کردند. مولا رجب، برخی از بینندگان می‌پرسند احوال شما و شهلا حالا چگونه است؟
تشکر عبدالله، ما خوبیم و دارو میگیرم و تبابت گرفته ایستادم. البته بسیار ناخوشایند بود که در جامعه ما نسبت کار ژورنالیستان چنین به احترامی و زورگویی و دستبرداری روی میدهد. باید گفت که این نقطه اوج چنین مناسبت ها است، چون پیشتر نیز ناپسندی نسبت ژورنالیستان و خودداری از پیشنهاد اطلاع کم روی نداده بود و من امید دارم که به این قضیه رسیدگی جدی شود، گناهکار جزای سزاوار بگیرد تا برای دیگران درس عبرت شود. آیا مقامات درباره تفتیش قضیه شما معلومات دادند؟ در حال حاضر چیزی نوی نگفتند. همان روز حادثه یعنی 4 مارس ما را به اداره شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا یکی دوشنبه دعوت کردند و درباره حادثه بیانات گرفتند و همه جزئیات حادثه را به ماموران پلیس گفتیم. خب یک روز بعدش هم نتیجه های تشخیص پزشکان را به اداره پلیس برده سپردیم. از آن روز به بعد تا به من زنگ نزدند و راستی دقیق نمیدونم که حالا تفتیشات در کدام سطح رفته ایستاده است. تنها همین قدر را شنیدم که نفری متهم در این حادثه بازداشت شده است و ماموران پلیس وعده دادند که حادثه را جدی تحقیق میکنند. خب این حادثه از سوی سازمان‌های حامی حقوق محکوم شد و البته این چیز در حسابات‌های آنها ذکر می شود و به آبروی بین المللی تاجیکستان به تاثیر نخواهد ماند. به نظرم چنین واقعه ها نتیجه همان معرکه های بدنام کننده هست که علیه رسانه های مستقل به خصوص رادیوی آزادی راه اندازی شده بود. یعنی حالا که ما کار خود را انجام می دهیم و به مردم خبر و معلومات می رسانیم، به هر ترتیب روز مطبوعات تاجیک را برای همه روزنامه‌نگاران تاجیک و مشتریان تبریک میگم و آرزو میکنم که در آینده فضای بهتر و بی خشونتی داشته باشیم. تشکر مولا رجب برای صحبت. و ضمناً در نشر نوبتی گپی آزاد نیز موضوع آزادی بیان و مطبوعات در تاجیکستان بررسی شد. حالا بیننده ارجمند یک پارچه از این صحبت را پیشکش شما میکنیم و شکل کامل این برنامه را روز شنبه در صحیفه آزادی ویدیو میتوانید تماشا کنید. در جمهوری تاجیکستان آزادی بیان هست و اون کس وقتی که اندیشه‌های خودشون بیان میکنن موردی تعقیب قرار نمیگیرن. این چیزا منم خوندم. نمیتونم دقیق 100% به شما گویم که نه یگان مانع وجود نداشت از جانب مقامات یا این خیل نیست. میدونم که ژورنالیستان نمیتونن آزاد گپ زدن. بعضی وقت می‌نویسن بعضی وقت نه دکتر جان. ما یک دو بار پرسومانی سفینه گرفتی چی تلویزیون بند نداد. در اروپا نیز بحث و همیگونه رفته ایستادن که مطبوعات اروپا نیز آزاد نیست. خواننده ها آنلاین سوال دادن، همه میپرسید که آیا نماز میخوانی؟ چرا ریش نمیمونی؟ میفهمید؟ دادگاه شهر ایسیلکولی ولایت اومسک روسیه با بررسی پرونده یک شهروند تاجیکستان شروع کرده است که همراه با یک نفر قزاق توسط قطار بارکشان به قلمروی روسیه وارد شدند. تفتیشات دوی آنها را به عبور غیرقانونی سرحد در تاریخ 22 دکمبر سال 2020 عیبدار می‌کند. آنها از قزاقستان به قطار بارکشان نامعلوم سوار شده خود را به ولایت اومسک روسیه رسانیدند، ولی از سوی کارمندان انتظامی بازداشت شدند. مقامات نام شهروند تاجیکستان را افشا نمی کنند، اما به او تا 6 سال زندان تهدید می کند. ضمناً این تنها موردی بازداشت شهروند تاجیکستان در روسیه نیست. امروز مقامات انتظامی در شهر نوسیبیرسک یک ساکنی جماعت واروخی ناحیه اسفرای تاجیکستان را بازداشت و بازپرسی کردند که قرقیزستان او را زیر پیگرد قرار داده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. شخصیت شهروند تاجیکستان آیا معلوم است و چرا زیر پیگرد قرار گرفته است میرزانبی؟ بله عبدالله، این نفر دلاور جورایف نام دارد، ساکن جماعتی همون طوری که شما گفتید واروخ اسفره یعنی هممرز با قرقیزستان است. خود دلاور جورایف در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که امروز به شعبه مهاجرت شعبه کارهای داخلی ناحیه لینسکی نوسیبیرسک برای حجت‌هایش رفت، اما یک گروه کارمندان انتظامی طبق آگاهینامه ریاست کارهای داخلی بادکند قرقیزستان او را بازداشت کرده و به اداره پلیس بردند. وی گفت که تقریبا 1 ساعت او را نگاه داشتند و با درخواست جانب قرقیزستان شناس نمودند که در آن گفته میشد که گویا جورایف روز 13 مارس سال 2019 در مرز میان دو کشور به بی‌ترتیبی دست زده راه را بسته باشد
و حالا این دعوایشان را دیگر کردند و نوشتند که نه ماه مارس بلکه 22 و 23 ایول آنها به این عمل دست زده است. اما خود جورایف میگوید در صحبت با ما که هیچگاه راهی را نبسته است و عیبنامه قرقیزستان در نسبت او یک تهمت است. خب چند پیش رادیو آزادی درباره یک حادثه مشابه به این گزارش داده بود که یک ساکن دیگری وروخ هم در روسیه با طلب قرقیزستان بازداشت شد. تقدیر او چی شد؟ ببینید شخص دیگری بازداشت شده فرقت عبدالفتاحیف هنوز هم در بازداشت قرار دارد. دادگاه ناحیه کوگرچین باشکردستان در روسیه بر اساس شکایت نوی بیشکک مهلت حبس فرقت عبدالفتاحیف شهروند دیگری تاجیکستان را 2 ماه دراز کرد. این شهروند 45 ساله تاجیکستان را با درخواست قرقیزستان در اول ماه فوریه سال روان در ناحیه کوگرچینسکی باشکردستان دستگیر کرده بودند. این ساکن واروخ نیز با ادعای کشور همسایه گویا در منطقه مرزی با قرقیزستان حدودی یعنی جمعاً 70 نفر دست به بی‌ترتیبی زدن در بازداشت قرار دارد. همین حالا جانب قرقیزستان طلب دارد که او به این کشور استرداد شود. اما مقامات رسمی تاجیکستان در صحبت با ما میگویند که عبدالفتاحیف در ماجرای مرزی شرکت نداشت و روسیه باید او را آزاد کند. مقامات تاجیک میگویند بنابر کنونسیه ها روسیه نباید شهروند تاجیکستان را به کشور سوم استرداد کند. تشکر میرزا نبی برای صحبت. در حالی که تاجیکستان هدف دارد آیتی پارک های تکنولوژی یا پایگاه های فناوری های نوی رقمی تأسیس دهد، صاحب نظران میگویند که بدون فراهم آوردن شرایط فنی و قانونگذاری و کاهش میزان اندازبندی این امر مؤثر نخواهد بود. گفته می شود که یکی از هدف‌های تأسیس منطقه‌های آزاد اقتصادی نیز رشد فناوری‌های رقمی را در نظر داشت، اما با گذشت چند سال هیچ نتیجه به دست نآمد. ادامه موضوع در گزارش اسکندر فیروز و برات یوسفی. تاجیکستان تصمیم دارد پارک‌های تکنولوژی یعنی پایگاه‌های فناوری، علم، تکنیک و حدودی جهت اجرای طرح‌های اینوواسیونی و یا نوآورانه را تأسیس دهد. برای آموزش تجربه کشورهایی که در آنها پارک‌های تکنولوژی رشد کرده‌اند، در دوشنبه همایش آنلاینی تبادل تجربه برگزار شد. کارشناسان وزارت و اداره‌های تاجیکستان در این همایش شرکت کرده تجربه کشورهای بلاروس، گرجستان، مولداوا و اوکراین را آموختند. برای در گرجستان بنیاد کردن صنعت تکنولوژی‌های اینوواسیونی ما در 4 سمت کار می‌کنیم. اینها معرفی فراتر فناوری‌های اینوواسیونی، آموزش تکنولوژی‌های اینوواسیونی، تأسیس اکوسیستم و جلب سرمایه نوی مستقیم خارجی برای رشد تکنولوژی‌های نوآورانه. در گرجستان برای رشد پارک یا پایگاه‌های تکنولوژی پرداخت انداز از این بخش از 20 تا 5% کم کرده شده است. مقامات تاجیک میگویند این تجربه گرجستان را برای تأسیس و رشد پایگاه‌های تکنولوژی مورد بررسی قرار می‌دهند. در سمت بنیاد پایگاه یا پارک‌های تکنولوژی سرعت اینترنت و حضور شرکت‌های فراهمساز اینترنت حل کننده است. اما کارشناسان میگویند فعلا سرعت اینترنت در تاجیکستان سست است که یک مشکل اساسی رشد پایگاه‌های تکنولوژی دانسته می‌شود. بیننده ارجمند شکل کامل این گزارش را با تحلیل های کارشناسان در سامانه آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید ببینید. بر اثر فرآمدن ترمه در ناحیه عینی ولایت سوخت 3 نفر جان خود را از دست دادند. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان حادثه شام 10 مارس در موضع کومرغ بالا نزدیکی کوآپراتسیا 19 کارخانه مشترک تاجیکستان و چین رخ داده است. منبع میگوید در نتیجه 3 کارمند تشکیلات خورسند مراد خلیفه‌وی 51 ساله از ناحیه عینی، موحدین بدلوی 40 ساله و مهریدین حسنوی 33 ساله هر دو از ناحیه شهر نو در زیر ترمه مانده هلاک شدند. مسئولان کمیته گفتند جسد فوتیدگان را با یاری کارمندان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین از زیر ترمه برون آوردند. و این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که بیننده ارجمند تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید. گزارش‌های ما در صحیفه آزادی ویدیو گذاشته می‌شوند. تا ملاقات در نشرهای بعدی. خدا نگهدارتان.